تست دستگاه سکاره هوشمند استار که بارها کلیپ قرار دادیم ازش. 20 متر عمق نفوذ دستگاه هست. وقتی میگیم 20 متر، این 20 متر رو ما باید ثابت کنیم. دستگاه پشت صخره قابل مشاهده هستش. صخره به عرض 10 متر و 5 متر هم از صخره ما فاصله گرفتیم. با 2 سام فلز مگنتی این تست رو میگیریم. بالاترین عمق نفوذ داره بین تمام دستگاه. حالت اندرویدی کار میکنه و ویندوزی روی لپتاپ هم نرم افزار و سنسور مجزا داره و حالت نقطه زنی. موج قرمز به سمت بالا فلز مگنتی رو برمیگردونیم مثبت. موج قرمز به سمت بالا که قابل مشاهده هستش و منفی برمیگردونیم موجی آبی به سمت پایین. همیشه ما فیلم تست قرار میدیم، نمیایم اول از کیفیت تصویر و آپشن‌های دستگاه صحبت کنیم و ذهن شما منحرف بشه روی کیفیت و آپشن دستگاه و یک دست فیلم تست قرار میدیم. از تبلت فاصله میگیریم. تبلت حالت بلوتوزی به دستگاه متصل هستش. بالاترین